سلام دوستان، من تو تعطیلات هستم. الان چند روزه از خونه دوریم. در حال حاضر تو فرانسه هستیم، تو جنوب فرانسه. میخواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم، اونم اینه که گوش به حرفای یه سری آدمای میان برای دیده شدن فیلم درست میکنن. اروپا اخیه، اروپا اینجوریه، اروپا به درد نمیخوره، بارون باد میاد. اخیراً یه دختر دیدم تو اینستاگرام هی بدی میکنه از اروپا و از هلند و این برا. بعد وقتی براش پیام گذاشتم، عکس العملش بچگونه احمقانه بود. هوا بارونیه، تابستونه، ببین بارون داره میاد. آخه احمق، تو شمال 12 ماه 13 ماه بارونه. خب چی باید بگیم؟ شمال خوب نیست؟ شمال ایران بهترین جای ایران همون شمال. اصلا آب هوا هیچی رو تعیین نمیکنه، سیستم کشوره که همه چیز رو تعیین میکنه. شما باید امنیت داشته باشید، شما باید امنیت شغلی داشته باشید. شما وقتی که بچت میره بیرون نباید دلت شور بزنه که گرفتنش، من سند دارم برم درش بیارم. اینا مهمه، این زندگیه. اینجا همه چی ریلکس، همه چی پیش بینی شده. یه سری هم در مورد درمان و دارو صحبت میکنن. من آدمایی میشناسم اینجا که ایرانی هایی میشناسم اینجا که سرطان داشتن معالجه شدن. اگه همین تو ایران بود، برای یه دونه آمپولش باید تمام خونه‌شو میفروخت، زندگیشو باید میفروخت. حرف این بچه بازی های این آدمای عوضی که میان تو یوتیوب، تو اینستاگرام برای دیده شدن، یه سری فیلم های ناجور، یه سری صحبت های ناجور در رابطه با اروپا و کشورهای بخصوص میکنن، گوش نکنین. یکی میاد میگه نمیدونم تو خیابونای پاریس همش ادراره. آخه احمق، کسی ادرارش بگیره، از اون طرف هم که خب دو تا پیک زده باشه، مست باشه، اون دیگه حالیش نیست که. اون تو ایران هم همینه دیگه. تو ایران هم کنار خیابون، کنار درخت میشاشه. آخه اینم حرف شما میزنی. آخه بدبخت، برو نگاه کن ببین سیستمشون چجوریه. برو نگاه کن ببین اگه یکی واقعا مریض میشه، نه اینکه فقط برای اینکه 2 روز سر کار نره خودشو مریض اعلام میکنه، میخواد بره دکتر و اونو ثبت کنه که از کار برکنارش نکنن. وقتی یکی واقعا مریض میشه، تا اون آخرین دقایق خوب شدنش بالا سرشن، داروش مشخصه، نگهداریش مشخصه. اگر خونه کسی رو نداره، یکی رو برش میفرستن تو خونه مواظبتش بکنه، خونهش رو تمیز کنه. چی میخوای از زندگی؟ چی میخوای؟ خب تو وقتی پول نداری ماشین بخری، میری تو خیابون زیر بارون، یا نمیتونی بری وقتی بارون برف باده نمیتونی بری بیرون، دیگه مشکل خودته. برو تنگش کن، گواهینامه بگیر، خرج کن، گواهینامه بگیر، ماشین بخر دیگه. اینجا برف و بارون حالیت نمیشه که احمق. الان اینجا 37 درجه 38 درجه است امروز. میشینیم تو ماشین، کولر روشن میکنی، اصلا هیچ حالیت نیست. میای اینجا نگاه میکنی. البته امروز من ماشین نیاوردم، ماشین همونجا تو گاراژ هتل گذاشتم. گفتم میخوام پیاده برم همه جا رو ببینم. البته بالای کوه، اینقدر سر بالای اومدم پدرم در اومد، ولی خب ارزش داشت، واقعا ارزش داشت. عزیزان اینجا فقط تو کار داشته باش، ماشین داشته باش، خونه، دیگه غم هیچی رو نداری، هیچی نداری، هیچی. نه غم بچه رو داری، نه غم خونه دکتر رو داری، نه غم دارو رو داری. شما برین حساب کنین تو ایران چقدر غم هست. تمام.